چی ایرانی است چی تاجیک است دیده می شود. من بسیار خرسند می شوم. بعضا وقت خودم رو می بینم بسیار خوشحال می شوم و بسیار شبکه موسیقی خوب است و من هر وقتی که امکانیت داشته باشم البته شبکه نکس وان رو تماشا میکنم. خواندم با انگلیسی خواندم، با روسی خواندم، با ترکی خواندم، با هندی زیاد میخونم و با تاجیکی خواندم. پدرجان بزرگی من کرامت الله قربان بسیار هنرمند اصیل بودند و در تمام آسیا شهرت بلند داشتند. یکی از تلخترین خاطرات من همین است که من پدر بزرگوارم رو در سن 4 سالگی از دست دادم و این لحظه ها برای من بسیار دشوار بود. به هر حال من احساس میکنم که پدرجان من مرا سپورت میکنن، دعا میکنن و همیشه در نزد ما هستند و فکر من هستند. هر وقتی که هر مشکلی که پیش من میآید من با عکس پدرجانم صحبت میکنم و خود رو آرام میسازم. خاطرات شیرین در حیات صنعتکار بسیار است و یکی از خاطرات شیرین من این همون خاطرات است که روزی اولین بار کنسرت من در کاخ باربد دوشنبه برپا گردیده بود. من آن هنگام تحصیل خود را تمام کردم، ختم کردم، آمدم آمادگی می دیدم و کنسرت. روز کنسرت برای من یک لباس، یک کلاه تیار آماده کردن که وزنش 45 کیجی بود. من خیلی ترس داشتم که من چخیل با این لباس روی صحنه میبرایم. اونجا هراس هست، اونجا دیگه چی هست. به هر حال ما 1-2 روز او رو میپوشیدیم، چک میکردیم روی استیج که من نغلطم یا یگون چی نشوم. تا حتی نوار است که ما وقتی که چک میکردیم میپوشیدیم. من همون وزنی زیاد که داشت در همون پرده ما آویزان کرده بودیم، در میان من بسته بودیم سخت. او 45 کیجی بود که آن هنگام خودی من 45 کیجی بودم. بسیار این یک مشکل بود برای من، خنداورم بود، ترسم داشتم. این لحظه ها هیچ از خاطرم نمیره. تا حتی برادران من، برادری کلانم، برادری خوردم از دو طرفش میخپیدن که من نغلطم. من میگفتم که روزی کنسرت من چطور میکردم که من تنها هستم. ما خنده میکردیم و چند بار من مشق کردم، پرکتیس کردیم و روزی کنسرت خوشبختانه نغلطیدم. با این لباس من هنرنمایی کردم. خب من هنرنمایی کردم در کشورهای دیگر هم. روزهای فرهنگی تاجیکستان شده گذشته بود و کنسرت های یکی خودم هم اونجا برپا گردیده بود، یعنی در هندوستان، در مسکو، در ترکیه، در عربستان، در قرقیزستان، ترکمنستان و غیره ها. زیاد شده گذشته بود که کنسرت های خوب بود، خاطرمان بود و انشاءالله باوری دارم باز آینده سفر میکنم به دیگر کشورها.
آشپزی بله بلد هستم، زیاد نه، فقط حسابی. حسابی میتوانم هر نفری که با من باشد گشنه نمیموند، میتوانم از این چیز برایم. باز دیگر اگر زیاد اندوهگین باشم، زیغ باشم، پیانو می نوازم، زیاد پیانو می نوازم و با آواز بلند هنرنمایی میکنم در خانه، صدای زیاد بلند میکنم که تا این همون قهر و زیغی من براید. و آهنگی که من زیاد زمزمه میکنم در خانه است، در چی است، این بیگو است. این در یک فیلینگی ایجاد شد که همون لحظه فیلینگی من بسیار زیغ بودم، بسیار غمگین بودم. من برای شما 4 مصرعش رو زمزمه میکنم. با من بگو تا کیستی مهری، بگو ماهی، بگو خوابی، خیال چیستی، اشکی، بگو آهی، بگو راندن چو از مهرت سخن، گفتی بسوزودم مزن، دیگر بگو از جان من جانان چی میخواهی، بگو غمخوار دل ای مهنه‌ای، از درد من آگاه نی، والله نی، بالله نی، از دردم آگاهی بگو. تشکر. آینده نقشه دارم، امیدوار هستم که در تمام دنیا کنسرت های خودم رو نمایش دهم برای همه مخلصان، برای همه فارسی زبانان و با امیدی همکاری با شبکه نیکس ون امیدوار هستم که همکاری میکنیم آینده و کنسرت های خود رو برایشان پیشکش می نماییم. من به کل بینندگان شبکه نیکس ون پیش از همه تنی صحت، سلامتی، خوشبختی و تمام خوشی‌های زندگی رو تمنا دارم. من با شما بودم نازیه کرامت الله، سراینده تاجیک.
میشوی روز با منظر میشوی روز پشیمان میشوی روز وقت است حالا برگرد عزیزم به تو میمیرم به تو میمیرم به تو دلگیرم به تو دلگیرم عزیزم به تو میمیرم به تو میمیرم به تو دلگیرم به تو دلگیرم عزیزم به تو میمیرم